سلام سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. ما اینجا توی کانالمون روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با آموزش انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی در خدمتتون هستیم. امروز هم میریم سراغ یکی از غذاهای خیلی خیلی خاص تبریزی، کتلت مخصوص تبریزی. حالا مواد اولیه برای این کتلت مخصوص: گوشت چرخ کرده 200 گرم، سیب زمینی پخته 2 عدد، لپه پخته و چرخ شده 3 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 2 عدد، پیاز 1 عدد، زعفران دم کرده به مقدار لازم، نمک و فلفل سیاه و ادویه غذا به مقدار لازم. ابتدای کار ما در واقع پیازی رو که داشتیم رنده میکنیم با رنده ریز. این کار بر اینه که گوشتمون همین ابتدای کار با این ترکیب بشه و بوی ذوقش گرفته بشه. پس من اینو رنده میکنم و بعدش گوشت رو بهش اضافه میکنم و کاملا میکسش میکنم و اجازه میدم که پیاز اون بوی ذوق گوشت رو بگیره. و این کار خیلی مهمه برای اینکه در واقع کتلتمون، گوشت کتلتمون خیلی مزهش بهتر بشه. و بعد از این کار اجازه میدم یه مقدار باهاش بمونه گوشت و میذارم کنار. و بعد داخل یه ظرف مخصوص سیب زمینیامو که ببینید کاملا پخته شده، یعنی شما دقت بکنید یه طرفش هم کاملا کبابی شده، مغز پخت شده و خیلی عالی برای بافت کتلته. برای همین من اینا رو همین که پوستش رو بگیرم به آسونی ببینید با چنگال که لهش میکنم خیلی آروم و راحت خورد میشه و له میشه. این کار این کار ما رو خیلی راحت تر میکنه. به هر حال هم راحت میشه و هم که بافت کتلتمون خیلی نرم و خوب در میاد. در واقع بافت کتلت رو سیب زمینی که تعیین میکنه. سیب زمینی که خوب پخته بشه، مغز پخت بشه، روی بافت کتلت تاثیر داره. حالا بعد مواد گوشتیمون رو به کتلت اضافه میکنیم، به در واقع سیب زمینی له شدهمون اضافه میکنیم و همینطور هم میزنیم تا کاملا ترکیب یک نواختی رو داشته باشیم. من همینطور اینو هم میزنم تا یک نواختر بشه و بعد لپه ای رو که داشتیم و بهش اضافه میکنم. لپه رو هم قبلا پختیم و با حالا چرخ گوش یا حالا همزن به هر حال باید خوردش بکنیم، کاملا لهش بکنیم. با هر دستگاهی که داشته باشیم میتونیم کار رو انجام بدیم. کاملا لهش کردیم و به موادمون اضافه میکنیم. این قسمتش باید حتما مواد کاملا با هم میکس بشن، یک نواخت بشن، بعد زعفرون و حالا ادویه رو بهش اضافه کنیم. چون اگر الان میکس نشه، خوب ترکیب یک نواخت نشه، بعدا مشکل ساز میشه برای اینکه اون ادویه ها درست ترکیب نمیشن و یه جا مثلا ادویهش بیشتر میشه یه جا کمتر. بنابراین این قسمت خوبه که حتما ترکیبتون رو یه نواخت کنید. خیلی تو بافت کتلت هم مؤثر میتونه باشه. حالا من نمکش رو اول اضافه میکنم و بعد حالا ادویه غذاشو میزنم و دست آخر یه کوچولو فلفل سیاه، یعنی فلفل سیاهش رو خیلی کم میریزم به خاطر اینکه خیلی تنده. کتلتمون به حد کافی ادویه داره، فلفل سیاه بیشتر تندش میکنه. و بعد کاملا میکسش میکنم. بافت کتلتمون رو قشنگ کاملا مشخصه که چقدر نرم و یه نواخت شده و کاملا مواد با هم
خوب میکس شدن. این خیلی مهمه برای بافت کتلت که دونه های سیب زمینی اینا کاملا له شدن و هیچی مشخص نیست که ترکیب داره یا مثلا سیب زمینی له نشده باشه. الان من زعفرون رو هم اضافه کردم و باز هم میزنم و بعد از یه مقدار هم زدن دوباره یه مقدار دیگه زعفرون به این موادم اضافه میکنم. بهتر که زعفرون رو خیلی آروم آروم بریزیم و یه مرتبه نریزیم، به خاطر اینکه تنظیم بکنیم و رنگش رو که در چه حدی لازمه برای در واقع مایه کتلتمون. الان این خوب شده و به نظر میرسه که کافی باشه. اگه مثلا یه خورده دیدید برای شما کم رنگ شده، چون مثلا به میزان دم کردن زعفرونتون هم بستگی داره، میتونید به نسبت یه مقدار هم باز بعدا اضافه کنید. این الان خوبه، در همین حدش بافتش خوبه. و ما تخم مرغ ها رو الان توش میشکنیم. بچه ببینید تعداد تخم مرغ برای کتلت خیلی مهمه. اگه یه مقدار کمتر از حدی باشه که لازم داره وا میره موقعی که میخوایم کتلت ها رو روی تاب سرخ بکنیم. اگه هم در واقع بیشتر از اندازه باشه روی طعم کتلت خیلی تاثیر داره و زیاد جالب در نمیاد. بهتره که گوشتش یا مثلا سیب زمینی و لپه بیشترین تاثیر رو داشته باشن. الان میریم موقع سرخ کردنشه. من تابه رو از قبل گذاشتم روی گاز و روغن رو ریختم و کاملا داغ شده. بعد از مواد در واقع کتلت هم بر میدارم روی نایلون، روی یک کیسه فریزر یه مقدار قرار میدم و به این شکل میبینید من میخوام یه سری کتلت های استاندارد رو یک اندازه داشته باشم و در ضمن این کار باعث میشه که کتلت ها خیلی نازک در بیان. به هر شکلی که دوست دارین، حتی میتونید از قالب هم استفاده کنید، ولی اینا این مدل که الان من دارم درست میکنم خیلی حالت استاندارد و خوبی میده به کتلت. در ضمن خیلی هم نازک میکنه. به علاوه میتونید خیلی راحت قرارش بدین توی تاپ همونطور که دیدید و یه ذره اگه این ور اون ورش میبینید که شکلش به هم خورده، باز با یه ذره روغن میتونید اون قسمت ها رو زود اصلاح بکنید و خیلی راحت میتونید کتلت ها رو بندازین داخل روغن و مشکل انداختن کتلت داخل روغن رو هم ندارید. به علاوه که شکلشون هم خیلی شبیه هم در میاد و یک اندازه و خیلی هم نازک، یعنی نازک بودنش خیلی مهمه. الان وقتشه که ببینید من بعد اینکه خورده سرخ شد مشخص از کناراش برش میگردونم. ببینید چه رنگی داره، قشنگ طلایی شده و الان وقت اینه که کتلتمون رو برش گردونیم. بله، مخصوصا این زعفرونی که زدیم روی رنگ کتلتامون خیلی تاثیر گذاشته. الان دقت بکنید، اگه زعفرون نزنید هم اشکالی نداره، ولی روی رنگ کتلت خیلی موثره. طعمش هم که دیگه خودتون میدونید زعفرون همیشه یه طعم خاص غذاهای سنتی ایرانی رو میده دیگه. برای همین اگه بزنید ترجیحاً اینی میشه که داریم یه کتلت اصیل فوق زیبای تبریزی. من اینو تقدیمش میکنم به شما عزیزان، دوستای گلم. اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت بکنید. ما طبق روال هر هفته روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با آموزش انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی در خدمتتون هستیم. فعلا تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.